سلام كمسك الختام. پدر جان، فرزان نماز کدام‌هایند؟ به نام خداوند بخشنده و مهربان. فرزندم، نماز 12 فرض دارد که این فرضها به 2 قسم تقسیم می شوند. 6 تای آن را باید پیش از نماز به جا آوری و 6 تای دیگرش را در وقت نماز خواندن. اگر در وقت نماز خواندن یکی از این فرضها خطا شود، نماز باطل می شود. اکنون بیا با هم اول فرضهای بیرون از نماز را می بینیم. این فرضهای می باشند که آنها باید تا آغاز نماز به انجام رسند. آنها همه طرفه هم ظاهراً و هم باطناً ما را برای خواندن نماز آماده می کنند. آنها را شرطهای نماز هم می نامند که عبارتند از: یکم، پاک شدن از حدث. پاک شدن با واسطه طهارت، غسل و یا تیمم از ناپاکی باطنی که آن را حدث می گویند. دوم، پاک شدن از نجس، یعنی تازه کردن لباس، بدن و جای نماز از نجاست. سیوم، ستر عورت، یعنی پوشانیدن بدن. ستر عورت مرد از ناف تا زانوها و ستر عورت زن باشد همه بدن به جز روی و کف دستان. چهارم، وقت، رسیدن وقت نماز. نمازهای فرض و واجب وقت معین خود را دارند. نمازی که پیش از وقتش خوانده می شود، چنین نماز خواندن درست نیست. نخواندن نماز در وقتش گناهی عظیم است. در حدیث عبدالله ابن مسعود خداوند از او راضی باد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می پرسد: یا رسول الله، کدام عملها به خدا خوش می آیند؟ در جواب پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: نمازی در وقتش خوانده شده. پنجم، استقبال کعبه. در وقت خواندن نماز روی را به طرف کعبه گردانیدن. ششم، نیت خواندن نماز. در نمازهای جماعت با امام حاضر بوده نیت کرده می شود. این شرطها را به جا آورده نماز را آغاز می کنیم. فرزندم، اکنون بیا فرضهای داخل نماز را می بینیم. اینها فرضهایی می باشند که باید در وقت خواندن نماز به جا آورده شوند. اینها را رکنهای نماز هم می گویند. یکم، تکبیر افتتاحی یا تکبیر تحریمه که پیش از شروع نمودن نماز تکبیر گفته الله اکبر گفته می شود. دوم، قیام، یعنی راست خواندن نماز اگر یگان چیز خلل نرساند. سیوم، قرائت، یعنی خواندن سوره از قرآن کریم. چهارم، رکوع کردن، تعظیمی که دستان در بالای زانوها گذاشته می شوند. پنجم، سجده، هنگام آن پیشانی، بینی، کف دستان، زانوها و کف پایها به زمین می رسند. ششم، قعده آخر، در آخر نماز هنگام خواندن التحیات نشستن. اینها بودند فرضهای داخل نماز. پسر جانم، فراموش نکن که اگر یکی از این فرضها ترک شود، نماز درست نمی شود. نماز باید از سر خوانده شود. پسر جان، پس حرکت کن در وقت خواندن نماز، فکرت به هر سو نرود. فهمو پدر جان، رحمت. این بود پایان درس امروزه. منتظر درس‌های آینده باشید. نوا را به یار و دوستانتان بفرستید تا کمی باشد هم از دین خود آگاه شوند و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.